سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیزم. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من امیر هستم و اینجا پورسیکس دیجیتاله. آقا امروز میخوام یه برنامه رو بهتون معرفی کنم، یه سایتی رو بهتون معرفی کنم که اولی بگم اثبات برداشت داریم، اینو مطمئن باشید. میخوایم بریم کلیپ تماشا کنیم، درآمد دلاری داشته باشیم، برداشتم بزنم و ببینید که کاملا واقعیه و برید داخلش کسب درآمد کنید. کلیپ امروز خیلی باحاله، حتما تا آخر کلیپ با من همراه باش. بدون معطلی کلیپ رو لایک کن، هر سوالی هم داشتی تو کامنت ها ازم بپرس. بزن بریم. نکته اولی که باید خدمتتون عرض کنم، این سایت روسی هستش و سایت های روسی هم بلا استثنا واریزی دارن بدون هیچ شک. و اینکه ما میتونیم از طریق بنر دیدن، ویدیو و خیلی چیزهای دیگه درآمد داشته باشیم. واریزی داره، خیالتون راحت. حتما برداشت میزنم. اول توضیح میدم ثبت نامش و اینا رو، بعد میریم برداشت میزنیم. نکته که بعد دیگه بهتون بگم اینه که لینکش رو تو کامنت ها براتون پین میکنم. هم میتونید از طریق سیستم برید، هم میتونید از طریق تلفن‌های همراهتون استفاده کنید. یعنی هم برنامه داره هم سایت داره که همه میتونن ازش استفاده کنن. توی قدم اول خب ما میخوایم یه حسابی داخلش ایجاد کنیم و ثبت نام کنیم. پس بنابراین من میام این پایین روی ساین اپ میزنم برای ساخت حساب. من از قبل داخل این برنامه خب حساب ساخته بودم، بنابراین یه بار خارج میشم و دوباره میریم برای ایجاد کردنش. برای ساخت حساب خب شما اینجا یوزرنیم بزنید، ایمیلتون رو بزنید، پسورد رو بزنید، روی کریت اکانت بزنید تا اکانتتون ساخته بشه. من از قبل ساخته بودم، پس لاگین میکنم و وارد حسابم میشم. خب من وارد حسابم شدم. اینجا الان داره موجودی منو نشون میده که $300 هستش و میخوایم اینو نرم افزارش رو دانلود کنیم و از طریق تلفن همراه بهتون توضیح بدم. چه روی سایت بخواید اجرا کنید به این صورت، چه از طریق نرم افزار بخواید برید، هیچ فرقی نداره. خب من اینجا از طریق این قسمت اندروید اپ میرم و دانلود میکنم این نرم افزار رو. بعد از اینکه دانلود کنید باید با همون حسابی که داخل سایت ثبت نام کردید بیایید داخل همین برنامه هم وارد حسابتون بشید. خب وقتی وارد حساب میشید محیط این نرم افزار به نسبت سایت خیلی ساده تره و به خاطر همین میخوام اینجا بهتون توضیح بدم. وقتی وارد برنامه میشید این قسمت براتون یه سری تبلیغات رو میاره که تمام تبلیغاتش اینجا هست. یعنی تبلیغات مثلا 3 ثانیه‌ای، 10 ثانیه‌ای، 1 دقیقه‌ای، همه رو اینجا براتون میاره. الان من کلی تبلیغ دیدم و این یه دونه مونده. تبلیغات هر چند دقیقه یک بار براتون بروز میشه و تغییر میکنه که اگه مثلا صفحه رو رفرش کنید به نسبت اون آی پی گوشیتون براتون تبلیغ میاره. ببین الان 2 تا دیگه اضافه کرد. پیشنهادی که این وسط دارم بچه‌ها، این کلیپو دونه دونه باید نکاتش رو بدونید و تا آخر ببینید که بتونید درآمد بیشتری داشته باشید. نکته اول اینجاست که لطفاً سعی کنید روزانه یا حالا هر چند ساعت یک بار با آی پی های مختلفی وارد این برنامه بشید تا تبلیغات بیشتری بهتون بیاره. مثلا اگه با آی پی های کشورهای اروپایی برید، تبلیغاتی که بهتون میاره درآمدشون بیشتره. و یه نکته خیلی خوبی که دیگه این برنامه داره اینه که شما هرچی داخل این سایت فعالیت میکنید اون تبلیغاتی که بهتون میاره میزان درآمدش بیشتر میشه. الان من میرم یه دقیقه روی این چرخ دنده‌ای که اینجا هست وارد تنظیماتش میشم و عذر میخوام این بغلی اینجا کلا 3 تا علامت داره برای ما. اینجا که میریم تبلیغات رو میبینیم، یکی این قسمته، یکی همین تنظیمات. این وسطیه رو من میزنم. اینجا ببینید یه EXP هستش که پر میشه شما هرچی تبلیغ میبینید. این باعث میشه دوستان درآمد شما بیشتر بشه، یعنی اون تبلیغاتی که بهتون میاره تعدادش بره بالاتر و درآمد دیدن اون تبلیغات و اون کلیپ ها هم بره بالاتر. پس این یه نکته خیلی خوبیه که درآمد شما ثابت نیست، هی افزایش پیدا میکنه. این از این قسمت که اینجا باز دوباره لول و سرعت شما رو نشون میده که هرچی فعالیت کنید بیشتر میشه. بعد هرچی هم تبلیغ میبینید این تایم هی میره بالاتر. این تایم فکر کنم نباید به 0 برسه، هی باید داخلش فعالیت کنید. و مثلا اینجا درآمد امروز منو نشون میده که من 7 تا کلا ویدیو دیدم و 15 تا هم صفحه مشاهده کردم. این صفحه‌ای که مثلا مشاهده میکنی مثلا 3 ثانیه و 4 ثانیه است، خیلی نیست. کلیپامون هم 10 ثانیه هستش، 20 ثانیه هست، یه وقتایی 1 دقیقه هم هست که درآمدش خیلی زیاده. این از این قسمت. این قسمت مربوط میشه به زیر مجموعه گیریتون که لینک زیر مجموعه گیری رو حالا میریم توی سایت بهتون نشون میدم. این از این قسمت. اما مهمترین قسمتش که مربوط میشه به برداشت، من برم
یه برداشت بزنم. البته قبلش یه تبلیغ ببینیم که ببینید به چه صورت هست. ببینید 10 ثانیه، 3 ثانیه، 30 ثانیه. الان من روی این 3 ثانیه این استارت رو میزنم. این بالا برای ما یه تایمری میندازه. هیچ کار خاصی انجام ندید تا این تایمر شروع بشه. 3 2 1 تموم شد. الان این درآمد رو به ما اینجا داد. ببینید به صورت کاملا اتوماتیک بک رو میزنیم. دوباره میتونیم بریم یکی دیگه ببینیم. دوباره اینم بزنم. اینم 10 ثانیه است. ببین الان تایمر رو میندازه خودش. یه مدل تبلیغاتش هستش که به شما کپچا نشون میده. میخوام اونو بیاره بهتون توضیح بدم. انشالله که تو این بیاره. خب اینجا برای ما، خب اینم نداشت، اینم بگیریم. بذار من اینو ببینم، کلیپو متوقف میکنم، رسید کپچا بهتون توضیح بدم. خب بچه‌ها این تایم من تموم شد و الان برای اینکه بخواد این درآمد به من بده این کپچا رو آورده. ببینید روی تصویر شما یه سری شکل‌ها هست، یه نوشته هم هستش. اون نوشته انگلیسی رو ببینید، معنیش باید ببینید چی میشه که اینجا انتخابش کنید. هر کدوم هم دیدید سخت نمیدونید از اینجا میتونید تغییرش بدید. و نکته بعد این که اگرم دید معنیشو نمیدونید یه لحظه ببندید، برید وارد گوگل ترنسلیت بشید، اون عبارت رو تایپ کنید تا ببینید معنیش چی میشه. مثلا اینی که نوشته ایرپلن میشه هواپیما و من روی این قسمت کلیک میکنم و این درآمد رو به من میده. به همین راحتی دوباره صفحه رفرش کنید تبلیغات اضافه میشه. اما یه لحظه بریم یه برداشت بزنیم و بریم برداشتش کلا به چه سایت هایی هست و چه جوری میتونم برداشت بزنم. خب وارد این تنظیمات میشم، از اینجا ویدرا فاند رو میزنم. خب اینجا پرداختیش به پیر هستش، وب مانی هستش، فاست پی هستش. من میخوام به فاست پی برداشت بزنم. شما هر کدوم که خواستید میتونید برداشت بزنید، ولی قبلش باید داخل فاست پی یه حسابی رو ساخته باشید. خب من روی این قسمت کلیک میکنم ببینم چیا از من میخواد. خب اینجا کارمزدش برای من زده، اینجا باید آدرس ولت رو بزنم. خب بنابراین من میرم وارد فاست پی میشم. دوستان شما هم اگه خواستید از طریق فاست پی برداشت بزنید کافیه که فاست پی رو توی گوگل سرچ کنید و وارد سایتش بشید. اینجا یوزرنیم، ایمیل، تکرار ایمیل گفته، پسورد، تکرار پسورد، تیک این قسمت اینو بزنید تو اکانت براتون ساخته بشه. من از قبل ساختم و بس روی ساینین کلیک میکنم و وارد اکانتم میشم. دوستان برای ورود به فاست پی حتما باید وی پی انتون خاموش باشه. دقت کنید که روشن نباشه. خب ما میخوایم به تتر برداشت کنیم که اینجا میبینیم تتر TRC 20 داره و موجودی اونم 0. خب میریم رو قسمت دیپازیت کلیک میکنیم. آدرس این سایت هم تو کامنت ها براتون قرار میدم که به راحتی بتونید واردش بشید. خب ببین اینجا آدرس کیف پولا رو گذاشت، مثلا لایت کوین، بیت کوین کش، و از اینجا باید بریم و تتر رو پیدا کنیم. خب این تتر TRC 20 هست، روی این قسمت کلیک میکنم و کپی میشه. حالا بریم وارد برنامه بشیم. خب من وارد این برنامه شدم، اینجا میام اینو پیست میکنم و بعد از اینکه پیست کردم روی کانتینیو کلیک میکنم. همونطور که میبینید الان اینجا آدرس ولت منو گذاشته، تاریخ زده، ساعت، به فاست پی و اینم مبلغی که برداشت زدیم. البته کارمزد رو کم میکنه و 2 صدم تقریبا ارسال میکنه. اما نکته که شما باید اینجا رعایت کنید، وقتی برداشت میزنید به جیمیلتون یه لینکی میفرسته که تایید کنه واقعا خودتون هستید. باید برید روی اون لینک تایید کنید تا بعدش واریز کنه. پس این موضوع رو یادتون نره. باید برید داخل جیمیلتون و اون پیامی که بهتون میفرسته رو کانفirmش کنید. میگه خودتون هستی که دارید برداشت میزنید، تایید میکنید و خلاصه واریز میشه. حالا بریم وارد فاست پی بشیم و ببینیم واریز شد یا نه. خب من وارد داشبورد فاست پی هم شدم و خب میبینید که الان اینجا برای من اون 2 صدم رو واریز کرد. 1 صدمش بابت کارمزد برداشت و الباقیش رو اینجا برای من واریز کرد. اینجا هم حتی میبینید که میگه پرداخته امروز یه دونه. اگه ببینید 2 صدم برای من اینجا واریز شد. به همین راحتی. برای اینکه بخواید لینک زیر مجموعه بگیرید باید بیایید وارد سایت بشید، یعنی از طریق سایت برید و اینجا روی این آدمکه کلیک کنید. خورده بریم پایین‌تر. اینجا برای ما رفرال لینک رو قرار داده. شما میتونید با این که مثلا دوستانتون هم کلیپ میبینن درآمد داشته باشی. اینجوری درآمدت خیلی افزایش پیدا میکنه، مخصوصا اگه درآمد هرمی داشته باشی. یعنی زیر مجموعه هرمی بزنی، شما یه نفر دعوت کنی، اون یه نفر بره یه نفر دیگه رو بگیره، اینجوری درآمد شما افزایش پیدا میکنه. اینجا لینک ها رو براتون قرار داده و میتونید کپی کنید و به دوستانتون بفرستید. این لینک شماست. امیدوارم که از آموزش امروزم لذت کافی رو برده باشید.
حتما کلیپ رو لایک کنید و اگه سوالی هم داشتید تو کامنت ها بپرسید، برای دوستانتون هم بفرستید تا دوستانتون هم ببینن و